السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. البته یک نواری را دیدم که یک برادرمان چنین می‌نویسد، میگوید که وقتی که ما در صخر و در اوچرال ایستاده بودیم، یعنی که انتظار گرفتن حجت نو هستیم و می‌خواهیم که حجت خود را از نو کنیم و اینچنین بعضی از زنها خواهش کردند که به آنها زودتر نوبت دهند و ما راضی شده میگویند و بعضی از مردم راضی نشدند. البته آسیا به نوبت است. آنها هم می‌خواهند که زودتر کاری خود را به انجام رسانیده بعداً از پی کار و فعالیت خویش شوند و اینچنین با سبب زیاد بودن آدمان بسیاری ها فوتیدند، بی‌تاب شدند و اینچنین یک زن هنگامی از بین مردم گذشتن ناگه یک لغزش پیدا می‌کند و اینچنین پای خود را میشکند. از همین سبب البته این مشکلی را ما پس سر کردیم، از سر ما هم گذشته است و می‌دانیم که عین حال به نهایت دشوار است برای مردم، برای همون شخصیت هایی که در آنجا هم پیر و هم جوان است. البته آسان نیست. این را از تماشای وقتی تلفنت را به دست خود میگیریم بعدا تماشا میکنیم، تماشا کردنش آسان، اما در آنجا بودن یک وضعیت خیلی دشواری هست که انسان حتی تصور کردن نمیتواند. فقط یک دعا میکنیم پروردگار همه غریبان را مکارشان برکت عطا فرماید و مشکلاتشان را پس سر کند و انشاءالله زودتر کاری خود را به انجام رسانیده از پی گرفتن حجت‌های نو شوند. از کجا فهمیم که پاتنت ما، رجیستراسیون ما، تردوای ما در بازه هست یا نیست؟ البته این مشکلی ها این زمان خیلی زیاد شد و ما مشکلی ها را حل کردیم. برادر نظامی‌دین طول چند سال می شود که با این کار فعال هست و البته مشکلی های شما را حل خواهد کرد. با طریق واتساپ با این برادر هم صحبت شوید، از نام شبکه کاروان عمر سلام گویید و به همه سوال های شما جواب پوره خواهد داد. نگفته نماند با طریق زبان تاجیکی، ازبکی، روسی می توانید که شما با این برادر صحبت کنید و حتما مشکلی های خود را حل میکنید. ان شاء الله. بر شما سلامتی و برای کار خواهان هستم. امیدوارم که مشکلی های شما با واسطه این برادر حل خواهد شد. ان شاء الله.